یک سوال بود. ما در یگیپت عضو خونده ایستادیم. یک سوال اومد. حکمی شخص‌هایی که در زندان‌های مثلا زندان‌های دیگر جاها هستند و آنها بعضی شخص‌ها میگویند که با پول گرفته میشود از آنجا. مثلا به هر یک شخص مثلا یک زن باشد با او $100,000 مثلا، یا یگان شخصی دیگر باشد با او $10,000 نرخ ماندگی هستند. حکم آنها مثلا حکم غلام است یا حکم آزاده است؟ همین رو میخواستیم دونیم. آنها حکم غلام نیست، لیکن اگر مسلمان باشد و مثلا مسلمان های فلسطین در زندان های اسرائیل است، اینا اسیر هستند. اینا حکم اسیر معامله کرده میشد، اسیر هستند. یعنی مسلمان در زندان غیر مسلمان خاصتا به جرم مسلمان بودنش باشد و حکم اسیر را دارد، لیکن حکم غلام ندارد. اینا آزاد هستند. یعنی غلام آزاد کردن به نمیدارد، زندانی آزاد کردن. یعنی داملا در زندان چی میگفت که این کسی همین دو دوزه اگر از زندان خلاص کندم گویا غلام آزاد کرد. نه، خاصتا دوزهای آزاد کرده نمیشه. دوزها دوزی میکردن، 8 بار 10 بار آمدگی با فخر میکردن. 10 خود کمه میفتن، 10 مراتب آمدم، 20 مراتب آمدم. خوش آمدی به خانت گفته پیشواز میگیرن دوزها در زندان. خوش آمدی به خانت، یعنی زندان دوزها برای خود خانه میدن. بنابراین میبرن با دوزی میکنن تا اینکه برگردن و برای آنها در زندان بودن فخر است. برای این واهای آزاد کرده نمیشه، چون که واها اصلاح شدنشان بی نهایت مستحیل است. بعضیش ما بارها گفتیم که 8 ماه 10 ماه بر آمده اصلاح شد، نمازخوان شده بود، توبه کرده بود، با بعد 10 ماه با دوزی میکنه، با گشته میبینه. برای همین نه یعنی که زندانی های و گمان اینکه اینا غلام گفته کسی مثلا روزش خورده است باید یک غلام آزاد، نه از زندانی برارد از زندان، نه. لیکن مسلمان های بله کوشش کردن در کار از زندان های غیر مسلمان ها برآوردن در کار، مثلا خاصتا به جرم دینی. جرم به معنی یعنی فقط برای همین دیندار بودنش زندان شده است، فتوا داده است، تعلیم قرآن داده است، حجاب داشته است، ریش داشته است، یا امام مسجد بوده است، گرفتیان زندانی کردیان که تبلیغات شریعت کردی. یعنی اینا آزاد کردن در کار. باز یک سوال دیگه استاد، با پول زکات اینها آزاد کردن ممکن است یا با اینش حاجت به فتوا دارد. یعنی فلانی در زندان فلان جا به فلان سبب گرفتار است، حقیقتی کار همین از پول زکات برآورده می شود یا نه؟ گفته یک مفتی میپرسید که علم و امانت داشته باشد و وابسته از یگان جهت نباشد. یعنی وابسته یعنی فتواش سیاست یگان جهت یا یگان گروه یا یگان حزب مناسب، فتواش باید مناسب کرده برآید. مثلا یک جمعیت است یا یک کانال است که اونو 10 نفر هستن، اونا به مصلحت همدیگر باید فتوا داده نمیتونن. یعنی باید اونا قانون ماندگی هستن که ما باید طبق مذهبی مالکی فتوا دهیم، و حالا که حق در مذهبی مالکی نیست در همین مسئله مثلا، لیکن اونا شرط ماندگی هستن که ما باید هر یک فتوا طبق مذهبی مالکی دهیم یا شافعی دهیم یا حنبلی دهیم. و حالا که حق در غیر مذهب است در همین مسئله، شما نمیتونید حق بیان کنید. برای چی؟ برای اینکه شما در داخل یک جهت هستید که و این جهت یک قانون دارد که فتوا باید با مذهب مالکی شود گفتگی است. اینا نمیپرسید، یعنی جهت میپرسید که بر بالایش یگان فشار نباشد و وابسته از یگان جهتی خارجی نباشد. یعنی هر علمی که دارد همون فتوا میتید، همون میپرسید بود که بله از زکات به این داده میشد، برای آزاد کردنش گوید داده میشد. برای آنکه درست است که وی ممکن فقیر هست، مسکین هست، قرضدار هست، برای وی زکات داده میشد برای خوردنش، این دیگر مسئله.
لیکن زکات ما میبریم به همون ظالم ها میتیم تا اینکه وی آزاد کنیم. یعنی اینش یعنی جایی بحث دارد، این دیدن در کار فتوا یک گرفته باب میکنید. بله ما هیچگاه مسلمان های باید در زندان بیگانه ها نمانیم، باید بروریم، لیکن بدون فتوا نه. فهماد. جزاک الله خیر استاد. مثلا بعضی علما ابن سبیل به قیاس کرده هستند. ابن سبیل هست این نه پسری راه، چون مسافر در کشوری بیگانه زندان شده است. فتوا هست، لیکن با پیش از برآوردن یک آدم مقداری مبلغش و مثلا $1,000,000 گفت و اهل شهر هزارها فقیر و مسکین دارن که $1,000,000 به اونها تقسیم کنیم فایدهش کلانتر است، یا اینکه $1,000,000 همین یک آدم بتیم و همین یک آدم براریم فایدهش کلانتر است. اینا بعد مفتی در ترازو میمونه، چون که وضعیت زکات حقی اساسا فقیر مسکین قرضدار، بعد دیگر اون 5 طایفه که در بالا بیانش آمد، یعنی مفتی این دیده ایستاده، وضعیت دیده ایستاده، مصلحه و مفسده در ترازو مانده فتوا میدهد. والله تعالی اعلم.